70 سال از اونوری رفتن، ماها از اونوری رفتیم. منتها من 80 سال از اونوری رفتم، شماها چند سال، و امیدوارم شما از اون برید. ما هر چه داریم از این، هر چه بر ما بگذرد از این حب نفس است، از این انانیت است. اعدا بود نفس کلتی بین جنبه که همچه تعبیر است. از همه دشمن ها بدتر است، از همه بت ها بزرگتر است. مادر بت هاست، مادر بت ها بت نفس شماست. از همه بت ها بیشتر انسان به این عبادت میکند، توجهش به این بیشتر است و تا این بت را نشکند نمیتوند الهی بشد. نمیشد هم بت باشد و هم خدا، این نمیشد. هم انانیت باشد و هم الهیت باشد. تا از این بیت، از این بتخانه، از این بت رها نشیم و پشت نکنیم به این بت و رو نکنیم به خدای تبارک و تعالی و از این خانه خارج نشیم، یک موجودی هستیم به حسب واقع بت پرست، ولو به حسب خوب ظواهر، به حسب چیز خدا. اما خدا را به لفظ میگیم و اون که در دل ما هست اون خودمون است. خدا را برای خودمون میخوایم، اگر خدا هم بخوان برای خودمون لفظاً میستیم و نماز میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم، ولی واقعاً عبادت نفس است. توجه به خود وقتی باشد، همه جهات خودم باشم، همه چیز رو برای خودم بخوام، همه این گرفتاری هایی که برای بشر است از این نقطه پنج شد. همه گرفتاری ها از انانیت انسان. تمام جنگ های عالم از این انانیت انسان پیدا می شد. مومن ها با هم جنگ ندارند. اگر جنگی باشد بین دو نفر باید بدونن که مومن نیست. مومن ها با هم جنگ ندارند. وقتی که ایمان نباشد و توجه همش به خودش باشد، هر چیزا برای خودش بخواد، هیاهو از اینجا پا میشه. من برای خودم این مسئله رو میخوام، شما برای خودتون میخواد، جمع ندارد، تعارض میشد. من برای خودم این فرش رو میخوام، شما برای خودتون میخواد. من برای خودم این ریاست توهمی رو میخوام، شما برای خودت میخواد. وقتی من برای خودم و شما برای خودتون، جمعم ندارد، دوام میشد. اون این مملکت رو برای خودش میخواد، یکی دیگه هم برای خودش میخواد، جنگ میشه. این جنگ ها همه برای جنگ های بین انانیت هاست. جنگ های عالم همش جنگ های انانیت است. انسان با انانیتش جنگ میکنه و جنگ ها بین انانیت هاست. این انانیت در اولیا نیست، جنگ هم در اولیا نیست. اگر همه اولیا در یه جای جمع بشن، هیچ وقت با هم جنگ، مخالفت هست با هم پیدا نمیکنن. برای اینکه همه برای خداست. دیگه خودی نیستن که
این بکشد اون طرف، اون بکشد اون طرف، تزاحم بشد، دعوا بشد. همه برای یک مبدأ است، برای یک جهت است. و ما الان در یک چاهی واقع شدیم، در یک ظلمتی واقع شدیم که بالاترین ظلمت هاست و اون ظلمت انانیت است. و اگر چنانچه از این ظلمت خارج نشیم، از این چاه خارج نشیم، از این انانیت بیرون نریم، از این توجه به خود و خودخواهی، دیگران را هیچ و خود، همه خود و دیگران هیچ، هرچه تر بشد آدم تا به نفع خودش است قبول میکند، واقعا قبول میکند. به نفع خودش نباشد، حقم باشد، قبول میکند. یه چیزی برای این باشد فوراً باورش میاد، اگر به ضدش باشد اصلا به این زودی ها باورش نمیاد. این همه انانیت است. همه گرفتاری های ما و همه گرفتاری شما و همه گرفتاری بشر سر همینجاست. نزاع سر خودخواهی است. نزاع سر این است که من میکشم طرف خودم، شما میکشید طرف خودم. مادامی که این هست الهیت در کار نیست، همون پرستش نفس است. و کی میتواند از این خارج بشه؟ گوتیست که معبدی است و بتخانه است که آدم خودش در خودش است و کی میتوند خارج بشه؟ این یک دست غیبی میخواد که بیاد دست انسان را بگیره و خارج کنه. همه انبیان برای این آمدن. تمام انبیا که مبعوث شدن، تمام کتب آسمانی که آمدن، برای این است که این انسان را از این بتخانه بیرونش بیارن، این بتا بشکند و خدا پرست بشد. همه انبیا آمدن برای اینکه این عالم را یه عالم الهیش کنند، بعد از اینکه یک عالم شیطانی است، یک عالمی است که حکومت شیطان است. در ما اون که حکم فرماست شیطان است، ما تابع شیطان هستیم. هوای نفس از جلوه های شیطان است و حکومت در ما حکومت شیطان است. هر عملی هم که میکنیم عمل شیطانی است. هر کاری بکنیم مادامی که اون شیطان بزرگ که نفس است، نفس اماره است، مادامی که او هست، هر کاری ما انجام بدیم روی انانیت انجام بدیم. روی انانیت که انجام دادیم تبع شیطانی. سلطنت شیطان الان بر ما مستولی است. اون وقتی که هجرت بکنیم و به تعلیم انبیا، به تعلیم اولیا هجرت بکنیم از این منزل و پشت بکنیم بین انانیت، از این چاه داریم میریم اون طرف. و اگر چنانچه کسی در دنیا موفق بشد، برسد به اون جایی که در وهم من شما نمیاد، پس عدم گردن و فانیش. باید ما این هجرت را باید کسی بخواد یک کمال پیدا بکند، کسی بخواد از این انانیت بیرون برد، باید با مجاهده
این هجرت رو بکنند، مجاهده کنند این هجرت رو بکنند. از جهاد اصغر آمدید و بقیه علیکم الجهاد الاکبر. جهاد اکبر است. همه جهادهای دنیا تابع این جهاده. اگر این جهاد را موفق شدیم، هر جهادی بکنیم جهاد است. اگر اینجا موفق نشدیم، همش شیطان است. همه جهاد شیطان است.